با سلام به کانال جادوی سلامتی خوش آمدید. در طب سوجوک برای درمان جوش صورت از ماژیک به رنگ آبی استفاده میشه، به این صورت که نقاط کاسی صورت در یک کف دست رو آبی میکنیم به مدت 4 تا 8 ساعت در کنار پرهیز از گرمیجات، تنقلات، لبنیات. بسیار جوابگو هستش. به این شکل کامل آبی میشه. به مدت 4 تا 8 ساعت به صورت مستمر تا گرفتن نتیجه گیری مطلوب.